بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عزیزا، در ویدیوی قبلی ما ارتباط به حقوق شوهر بالای همسر صحبت کردیم. در این ویدیو خوب است که ارتباط به حقوق زن بالای شوهر صحبت بشه. چنانچه الله سبحانه و تعالی می فرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، سوره بقره آیه 228. یعنی مثل که شوهر حق دارن بالای خانم خود و هموز خانم هم بالای شوهر حقوق و وجایب داره، نشه که خدا نخواسته اینها زیر پا بشه. در ابتدا چه خوب است که من یک نکته به خدمت هم عزیزا اشاره بکنم. خواهر و برادر متوجه نکته باشیم و فراموش نکنیم که نه زن کنیز مرد است و نه مرد غلام زن است. این یک توهمی است که بعضی به فکر خو ایر بالآخرت دارن و ایر بزرگ میکنن. بلکه تعریف زندگی مشترک ما در یک جمله به خدمت شما بیان میکنم. این است که ما میخوایم یک کار بسیار بزرگی بکنیم در جامعه. ما میخوایم اساس جامعه رو بگذاریم، اساس خانواده رو بگذاریم. ما میخوایم برای بقای نسل تلاش بکنیم. ما میخوایم که اولادهای صالح و سالم در جامعه تقدیم بکنیم، خدمت به جامعه انجام بشه. پس این ناممکن است مگر به اصطلاح بودن زن در کنار مرد و بودن مرد در کنار زن. یعنی اینها با هم میتوانند مرد و زن این پروگرام رو به پیش ببرند، به کمک هم دیگر، به همکاری هم دیگر، به همدردی هم دیگر، به درک متقابل، به احترام متقابل، به خدمت و همکاری. پس بنان این مفهوم زندگی مشترک و زناشویی می باشد. اما حقوق و وجایبی که شریعت تعیین کرده ما لازم است که اونها به خاطر الله نسبت به یکدیگر مراعات بکنیم. چون که باز به پیشگاه الله باید جواب بدیم. هر کدام باید جواب بدیم که چرا تو به همراه خانم خو اینقدر رفتار بد و زشتی داشتی، یا خانم چقدر تو به همراه شوهر خو بی احترامی میکردی و رفتار زشتی داشتی. اینها رو الله پرسان میکنه. پروردگار عالم میفرماید و عاشرهن بالمعروف. این از حقوق زن چی است؟ این هست که با اونها به روش نیک و پسندیده برخورد بکنه. و همچنین تعذیبی که صورت میگیره در خانه به خاطر بعضی مسائل و موضوعات شرعی که کسی میخواد خانم خود تعذیب بکنه، باید از روش شرعی استفاده کنه که در این آیه قرآن کریم ذکر شده که نصیحت هست، مثلا جدا کردن بستر هست، و یا در نهایت اگر منجر به زدن میشه، زدن نباشه که باعث زخم و جرح و اینها بشه. این حق شوهر نداره. و رسول خدا فرمودن هرگاه غذا خوردی باید به همسر خود غذا بدی و اگر لباس استفاده کردی به او لباس بدی و به صورت زن نزنی. این کار بسیار نامناسبی است. زدن به صورت کار نامناسب است. همچنین از لحاظ طبی خیلی مشکلات بزرگ به بار میاره. و از جمله حقوق زن بالای شوهر چی است؟ این است که طبیعت او رو باید شاد و نگاه داریم. اصلا قانون خانه گرم نگاه داریم عزیزا. مردها همیشه ما وقتی به بیرون میریم به همراه دوستا، اقوام، خویشاوندان، همسایه ها، رفیقا، شاگردا، استادا، ما چقدر خوش اخلاقیم، خوش برخوردیم. اما وقتی به خانه میایم به عنوان یک رئیس و یک دیکتاتور و بالاخره یک سیاستمدار، نه، باید به پیشانی بسیار باز، با خنده، با سلام، با تحفه، با محبت وارد خانه بشه. او زن منتظر ما هست، منتظر پینک باز ما هست. پس از او دریغ نکنیم. نبی علیه السلام میفرمایند با اخلاق ترین شما کسی است که او در خانه اخلاق نیک داشته باشه. چنانچه مبارک علیه السلام در خانه بسیار خوش برخورد بودند، در کارهای خانه و امور منزل همکاری داشتند و ایر ما نباید فراموش بکنیم. نباید زحمات و خدمات او نادیده بگیریم. و همچنین نبی علیه السلام به همراه حضرت عایشه صدیقه مسابقه برگزار، حتی مسابقه دوش. به خاطر چی؟ به خاطر که طبیعت از اینا شاد باشه. و به اصطلاح از بعضی مسائلی که از طرف خانم دیده میشه
بعضی کمبودی‌های ما بگذاریم، نادیده بگیریم و دنبال عیوب همدیگر نگردیم و تحقیر نکنیم، توهین نکنیم و نکات مثبت رو ببینیم. ما همیشه مثبت اندیش باشیم. وقتی یک گل به دست ما میدن، ما گل ببینیم، خاری که در کنار از او هست او نبینیم، چون که هر گل یک خاری داره. این انسان است، هر انسان نواقصی داره، نباید پی نواقص و کمبودی‌های یک دیگر بگردیم. زن همیشه با پی ازی باشه که تو شوهر بالاخره ایت کردی ایت نکردی، تو کمبودی داری این قسم، یا شوهر با پی کمبودی‌های خانم خو، این قانون گرم خانه سرد میشه. اما بالاخره قضا و آب و نان و گرمی خانه ما ایر به اصطلاح از بین نبریم، لذت را از بین نبریم عزیزا. این به دست خود ما هست، به دست شوهرها هست، به دست خانم ها هست. ما با کمک همدیگر خانه رو بسازیم، مشکلات رو حل کنیم، اولادار تربیت کنیم به می ترتیب. و از جمله حقوق زن محافظت هست، مواظبت هست، مثل که لباس، خوراک و مسکن و آموزش مسائل شرعی به دوش شوهر هست. عزیزا این وظیفه شما هست که برای خانم های خود مسائل شرعی برسانید. متاسفانه ما عزیزای داریم که خود اینا مسائل شرعی نمیدانند، پس کجا باز میتوانند که به خانم ها برسانند؟ پس لازم است که ما اقدام بکنیم، خودمون ما یاد بگیریم موضوعات شرعی و به خصوص مسائل زنانه به خدمت خانم های خوب برسانیم. و محافظت زن به دوش مرد است از همه مسائل و از موضوعات شرعی گرفته. الله سبحانه و تعالی میفرماید قوا انفسکم و اهلیکم نارا، شما خود و اهل خود را از آتش جهنم نجات بدید. متوجه نماز اینا، متوجه حجاب اینا، متوجه دیانت اینا، متوجه همه چیز خانم خود باید باشه. این حق زن است، بگردن مرد است که باید مواظبت داشته باشه. و به خصوص مسائل حجاب و اینها، به خصوص مسائل دوری از گناه و معصیت، اداره کردن و کنترل کردن موبایل، فضای مجازی، تلویزیون، امثال اینها، این از جمله حقوق و وجایب زن است که باید مرد متوجه باشه. شاید بعضی خواهرها از این مسائل رنجیده هم بشن، اما این به فایده ایشان است، چون که به آخرتشان تاثیر میگذاره. و مسائل مرد با مشورت خانم خوب پیش ببرن، به خصوص مسائلی که مربوط به خانه میشه، مربوط به اولادها میشه، با هم دیگر مشوره بکنیم، با هم دیگر ارج بگذاریم، احترام بگذاریم. عزیزا هر چی که ما امروز بکاریم فردا امور درو میکنیم. ما با خانم خوب برخورد نیک داشته باشیم، او هم با ما برخورد نیک میکنه. و برخورد والدین به اولادها انعکاس میکنه. اونها بیشتر از اینکه بشنون میبینن عزیزا اولادها که پدر ما چی گفت، چی کرد، مادر ما چی گفت و چی کرد. اونها از ما آموزش میگیرن. اولین معلم های خوبی باشیم برای فرزندان خود. و همچنین خانم خود را تنها نگذار، او تنها نگذاره. علل خصوص از طرف شب بعضی عزیزا شب نشینی های دارن به نام گرفت بازی و فلان و فلان. خانم اینا چقدر دل و پس، چقدر به ترس و به لرز و اینها، به حالت تنهایی در گوشه خانه و رنج و عذاب. عزیزا اینا مشوره های خانوادگی از طرف دین برای شما، برای ساختار خانه، برای ساختار زندگی ما و شما. از اینا استفاده بکنیم عزیزا. و همچنین اگر کسی چند خانم می داشته باشه، عدالت برای او واجب است که بین همسران خود عدالت را باید برقرار بکنه. نشه که خدای نخواسته وقتی که یک زن گرفت باز او خانم قبلی خور توجه نداشته باشه یا به اولادها توجه. بین اولاد هم باید عدالت شرعی برقرار بشه، بین خانم ها هم عدالت شرعی برقرار بشه. نشه که خدای نخواسته خانم جدید که آورد، خانم قدیم بالاخره نه به لباس زو، نه به خوراک زو، نه به محافظت، نه به دوا و دکتر، به هیچ توجه، نه به اولاد از او. این خیلی کار بدی هست. چنانچه در حدیث مبارکه وارد شده اگر کسی عدالت بین خانم های خود نمیکنه، به روز قیامت به حضور الله طوری ایستاد میشه که یک به اصطلاح جانب بدن از او فلج است. عذاب الهی هست. متوجه باشیم عزیزایی که از یک خانم بیشتر میگیریم، اولا که متوجه باشیم وضعیت و همه چیز مد نظر داشته باشیم، بعد اقدام به ازدواج دوام بکنیم که میتونیم از پی این امر مهم و عظیم بر بیاییم و موفق باشیم به کنترل ازی، به اداره ازی، به مصارف ازی، به مواظبت ازی، به محافظت ازی، به همه چیز ما میتونیم به اصطلاح رسیدگی کامل بکنیم. اگر نمیتونیم موضوع پیچیده نکنیم، زندگی خود تلخ نکنیم و همون یک همسر باشه و
به او رسیدگی کنیم، زندگی شیرین خور از دست ندیم. الله پاک به همه شما توفیق عمل عنایت بفرماید. پروردگار عالم خانواده همه شما رو گرم داشته باشه و اولادهای صالح و سالمی برای ما شما به اصطلاح ارزانی کنه. خداوند عالم از همه ما شما راضی باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.